و همین گونه در سوره ضحا هم الله تعالی میگوید که و اما السائل فلا تنهر، اما پرسنده را سرزنش نکن. یعنی الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم چند سفارش داد و چند منع ذکر کرد و گفت که پرسنده را سرزنش نکن. ظاهرش یعنی مردی که آمده از تو پول میپرسد، مال میپرسد، گدایی میکند و این سرزنش نکن. لیکن بعضی علما میگن که من یسأل مسائل شرعیه، یعنی کسی که آمده سوالهای دینی میدهد و اما السائل فلا تنهر، پرسنده را مذمت نکن، سرزنش نکن، جنگ نکن. مقصد آن آدمی که از احکام شریعت میپرسد، شاید نمیداند بیچاره، یعنی نگو که این مسئله عادی هست تو نمیدانی مگر برای چی این مسئله رو بارها میپرسی. گفته سرزنش نکن. یعنی الله تعالی پیامبر علیه السلام و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میراث خورانشان را وصیت میکند که پرسنده را سرزنش نکنند.